در تاجیکستان نگاه‌ها به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا مختلف بوده. برخی تحلیلگران نتیجه این معرکه سیاسی را برای کشور مهم ارزیابی می‌کنند. تا انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر در آمریکا 5 روز دیگر باقی مانده است. در این کارزار سیاسی جو بایدن از حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهوری عمل کننده از حزب جمهوری خواهان میانی هم رقابت دارند. حیات این کره زمین میتواند که به این طرف یا که به اون طرف تغییر خورد. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک که بحث های دو نامزد به مقام پرزیدنت را پیگیری دارد میگوید انتخابات آمریکا میتواند به تاجیکستان مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر رساند. وابسته به آنکه دموکرات ها میگویند یا جمهوری خواهان مناسبت امریکا نسبت تاجیکستان میتواند که کمی تغییر یابد. اگر ترامپ سر قدرت بماند مناسبت های امریکا با روسیه همون فشار امریکا بالای روسیه کمتر می شود و وضع اقتصادی روسیه هم کمتر خراب می شود و این می تواند که همون برای زیادتر پیدا کردن کار برای مهاجران مهنتی تاجیکستان تاثیر رساند. آمریکا در بخش‌های گوناگون از قبیل اقتصاد، امنیت، سرحد، کشاورزی، مواد مخدر و رشد جامعه شهروندی با تاجیکستان همکاری دارد. کارشناسان میگویند سبب توجهی به خصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی و دایره‌های دیگر تاجیکستان به انتخابات آمریکا به شیوه برگزاری آن ربط دارد. چون معیارهای بسیار در رابطه با تامین کفالت حقوق انسان، ایواز شدن قدرت، نوبسته از رژیم سیاسی، خالصانه بها دادن به روندهای سیاسی داخلی خارجی از جانب امریکا عادلانه صورت میگیرد. از این خاطر شهروندان تاجیکستان طریق فضای اطلاعاتی و دیگر منبع‌های الترناتیوی دسترس به آنها و به خصوص شبکه‌های اجتماعی کوشش میکنند که روند انعکاس انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را تماشا کنند، خلاصه برآورند. با توجه به آنکه همه ساله هزارها شهروند تاجیکستان از جمله جوانان برای زندگی بهتر تلاش رفتن و اقامت در آمریکا را میکنند، آگاهان امور بر این نظرند که انتخابات پرزیدنتی در آمریکا میتواند برای ساکنان عادی نیز اهمیت داشته باشد. امروز سیاست ترامپ اون است که مهاجران را هرچی کمتر به آمریکا راه دهد و اگر دموکرات ها سر قدرت بیایند اونها این سیاست مهاجرت را میتوانند که بازبینی کنند و به حیات من و شما هم این چیز میتواند تاثیر کند، چون ما میتوانیم که نسبتاً آزادانه تر ویزا گیریم و به آمریکا سفر کنیم. تحلیلگران تاجیک میگویند آمریکا یک ابرقدرت جهانی است و بنابراین انتخابات پرزیدنتی آن برای همه کشورها قابل توجه است.